چی باعث میشه غذای ریزین کینز انقدر خوشمزه باشه؟ سالهاست مردم میگن اونا حتی مرغشون رو هم درست حسابی ادویه نمیزنن و راستش اشتباه هم نمیکنن. ولی دلیلشون چیزی نیست که همه فکر میکنن، چون اصل ماجرا نه مرغشه نه سیب زمینیاش، حتی نه نون توست معروفشون. همه چی برمیگرده به سس. ریزین کینز فهمیده بود رستوران‌هایی مثل KFC و جولیبی از قبل فرمول درست کردن مرغ سوخال رو کامل کردن. برای همین رفتن سراغ چیزی که معمولاً فقط یه مخلفات ساده حساب میشه و همون رو تبدیل کردن به سلاح مخفیشون. پس به جای اینکه مرغ ستاره اصلی باشه، کل سیستم رو برعکس کردن. حالا این سسه که ستاره اصلی و مرغ فقط نقش مکمل رو داره. ولی این روش خیلی ریسکی بود، چون اگه سس در حد انتظار نبود، کل کسب و کارشون نابود میشد. و دقیقاً همین ریسکی که جواب داد. سسشون فقط خوب نبود، استاندارد جدید تعریف کرد. برای همین به جای اینکه رقابت کنه که بهترین مرغ رو درست میکنه، ریزین کینز تبدیل شد به جایی که توش سس ها همیشه حرف اولو میزنن.